روز برای کس زنگ میدم ما یک مریض داریم امیر صاحب ببریم غزنی. مثلا شما به قرآن ایمان دارین؟ ها الحمدلله. خدا قرآن گفته که وننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. خدا قرآن شفا هم است، رحمت است. سر مریض تو یک دفعه سوره فاتحه را با عقیده درست خوانده؟ نیست ابتابال نخوانده. شفا در قرآن است، قرآن هم در خانه است. نه پیسه کرا ضرورت است، نه مصرف ضرورت است، نه مشکل ضرورت است. نه مریض ضرورت داره پشت کنه. یه روز پشت کرده مریض هم میبرن تا به اونجا. چرا؟ مشکل در چی است؟ ایتابال خبر نداره که شفا در چی است؟ در قرآن است. و کی گفته ای گفه؟ الله میگه. اما کی میگه شفا در زیارت است؟ گپ الله را عقیده نداره که شفا در قرآن است. گپ اون ملنگه. ملنگ هم صاحب در مزار شریف که بیری ایشان صاحبای مزار شریف هر کدامش گلکسی 5 داره. در هر گلکسیشون صاحب 500 دانه فیلم هندی قرار نموش افتاده. باز فیلم خودم سایل میکنه، باز خاله رو میگه پرتو شکرانه را اونجا چشمش در فیلم است، در دانش چی است؟ شکرانه. اینا گپ از او قبول میکنه و گپ الله را قبول میکنه. و ملنگ هم خوب چرا یاد گرفتن مردم افغانستان هم میفهمه که این مردم بسیار مردم نیستن که یک گپ بزن زود تحت تاثیر میره. اگه برش بگی که والا یک کسی در صحیح البخاری متفق علیه گفت که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم عیادت میکرد، اینی قسم میگفت که لا اله الا الله رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم، بازو آستان که باشه نام صحیح بخاری را گرفت وهابی است. نام صحیح مسلم گرفت چی است؟ ترجمه قرآن که کرد بفهم که وهابی. یک چند وقت پیش یک ورق اینجا نشر شده بود در کابل، بازنشر کرده بود که انجمن حنفیان مردمان خوب دروغ میگن. نه حنفی یا نه حنفی خود ماستی میگه برو ما عقیده نداره. این اصلا ما چند نفر چی دارن، باز آدرس خودم نه نام خودم نه هیچ جگه. یک ورق نوشته کرده که باز خوب از خودش در این ورق خود رسوا کرده. بازنشر کرده که هر کسی قرآن را ترجمه نمود وهابی است. هر کسی از صحیح البخاری گپ زد وهابی است. هر کسی که احادیث رسول الله صلی الله علیه و آله بیان کرد وهابی است. هر کسی که از توحید گپ زد وهابی است. مسلمانان مسلمانی کنید، مذهبانان حریم روشنی، حرمت دین را نگهبانی کنید. با زلال عطر رنگین دعا جان ز شوق وصل نورانی کنید.